در مورد اهمالکاری یا به عقب انداختن کارها، دلایل متفاوت و متنوع و متناسب با هر دلیل، راهکارش هم متفاوته. اما دلایلش چی میتونه باشه؟ خطای تفکر دو قطبی. در مورد خطاهای شناختی قبلا صحبت کردیم. اگه یادتون باشه یکی از اونها تفکر دو قطبی یا تفکر همه یا هیچ بود. نگاه و تصورتون این هست که کاری رو یا حتما باید به طور کامل و به بهترین شکل ممکن انجام بدید و یا اینکه اگه نمیتونید به این صورت بهترین و عالی انجام بدید و یا در توان خودتون نمیبینید که همچین شکل عالی و برترین به کار خودتون بدید، بنابراین مدام کارتون رو به تعویق میاندازید یا اینکه به طور کل از انجام اون صرف نظر میکنید. ممکنه شما مقاومت داشته باشید در مقابل کارهایی که احساس میکنید به شما تحمیل شده. ما شخصیت‌های پرخاشگر منفعل داریم، پسیو اگریسیو. این اشخاص اون چیزی که اذیتشون میکنه، اون چیزی که باعث عصبانیت و ناراحتی و احساس خشم اونها میشه بیان نمی کنند. در مقابل به جای صحبت چه کار میکنند؟ مقاومت میکنند در برابر انجام کاری که از اونها خواسته شد. و طبیعتاً وقتی ما با تکلیفی مواجه هستیم، ناخودآگاه این نوع کاری که باید انجام بدیم رو هم در لیست کارهای تحمیلی خودمون قرار میدیم و به طور ناخودآگاه در مقابلش مقاومت میکنیم تا آخرین لحظه و بعداً احتمالاً خوشحال هستیم از این که کاری رو انجام ندادیم و تونستیم به خیال خودمون ناراحتی و عصبانیت و خشم خودمون رو نشون بدیم. شما ممکنه از موقعیت ناخوشایند اجتناب کنید. به چه معنا؟ به این معنا که تکلیفی که بر شما محول شده، کاری که باید انجام بدید، حتی اگر برای پیشرفت خودتون باشه، از انجامش هرچه بیشتر تفره میرید، چون انجام اون برای شما ناخوشاینده. این ناخوشایند بودن یک حالت ذهنی هست، یعنی معلوم نیست که در واقعیت انجام این کار برای شما سخت یا ناخوشایند باشه، ولی چون در ذهنتون این کار رو سخت و ناخوشایند میدونید، دائم از انجامش تفره میرید تا بلکه بتونید ایامی رو به دور از انجام این کار سخت و طاقت فرسا بگذرونید، بر خلاف این که دقیقاً شما نتیجه کارتون معکوس این چیزی هستش که انتظار دارید. یعنی تمام این مدتی که شما کارتون رو به خاطر سخت بودنش، به خاطر ناخوشایند بودنش به تعویق میندازید، در حقیقت تمام اون کار رو، تمام سختی‌هاش رو گوشه ذهن خودتون نگه داشتید و دائم به فکر اون هستید، هرچند که به طور عینی تصور میکنید که اون کار رو انجام ندادید و از حالت ناخوشایند و بدی که بهتون دست میده دوری میکنید، ولی در ذهن خودتون دائما با اون کار درگیر هستید. حالت دیگه ممکنه شما نظم یا مدیریت زمان نداشته باشید. نه تنها کارهایی که به شما محول میشه، بلکه کارهای خودتون رو هم خیلی وقتها به تعویق میندازید. اینجور افراد خب طبیعتاً راه حلشون خیلی مشخصتر و ساده تر از بقیه دلایل احتمالی اهمالکاری هست. مدیریت زمان و نظم یک کاری هستش که با تمرین و تکرار آموخته میشه و وقتی که قدم در انجام اون میذاریم،
و راحتی اون رو مشاهده می‌کنیم به مرور جزء افکار خودکار ما و اعمال خدایند و خودکار ما قرار میگیره. حالت بعدی نداشتن اعتماد به نفسه. سلف کانفیدنس. شما ممکنه از این که توانایی داشته باشید تا کاری رو انجام بدید به خودتون، به توانایی خودتون شک داشته باشید. کاملا ریشه در افکاری داره که از دوران کودکی با شما همراه شده و این هم نیاز به درمان افکارتون، نیاز به درمان باورهاتون و در حقیقت یک درمان روانشناسی میان مدت داره. حالت بعد ممکنه شما آدم لذت جویی باشید، یعنی کلا هیچ زمینه‌ای که منجر به رشد شخصی شما بشه براتون اهمیت نداره. مهم این هستش که به تصور خودتون از زندگی لذت ببرید. هر چقدر بیشتر از زیر بار مسئولیت، از زیر بار انجام کارها فرار کنید، یه لذت خاصی بهتون دست میده و تصور میکنید که دارید از زندگی لذت میبرید. اما دقیقاً ما میدونیم پشت این لذت جویی چه شکست ها و چه آسیب هایی در وجود من و شما نشسته که به این مرحله رسیدیم که از تمام چیزهایی که موجب رشد ما میشه دست میکشیم، از تمام فعالیت ها و تکالیف دست میکشیم و رو میاریم به لذت جویی صرف. صحبت در موردش مفصل هست، این که تفاوت گراتیفیکیشن با پلژر چی هست. در حقیقت ما دنبال لذتی میریم که عمرش کوتاه هست و از یک حدی که بیشتر انجام بدیم دیگه برای ما لذتی نداره. اما وقتی که ما دنبال رشد شخصی و انجام کار بریم دنبال لذتی میریم که هرچه بیشتر انجام میدیم بیشتر ازش لذت میبریم و احساس خوشایند داریم. و علتهای مختلف دیگه‌ای میتونه بسته به نوع شخصیت شما، بسته به نوع آسیب‌هایی که در زمان کودکی یا نوجوانی، بسته به نوع تجربیات طول زندگیتون باهاش مواجه شدین، علتهای مختلفی برای اهمال کاری شما باشه. بسته به نوع دلیلی که ممکنه باعث اهمال کاری شما بشه، راحت‌تر با شناخت دلیل میتونید به سراغ درمان این مشکل اهمال کاریتون بپردازید. ولی در کنار تمام علت‌هایی که عرض کردم، مشکلاتی مثل افسردگی که یک بیماری هست که خیلی ها به عنوان بیماری نمیشناسن هم موجب ایجاد این حالت میشه که در حقیقت باید ریشه مشکل که همون افسردگی هست درمان بشه.